نه به تحریم، نه به جنگ و نه به سرکوب داخلی. اینها شعارهای عده‌ای از ایرانیان مقیم نیویورک بود که در اولین روز شروع دور جدید تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران در مقابل دفاتر نمایندگی چند کشور اروپایی در سازمان ملل متحد تجمع کرده بودند. بهمن کلباسی گزارش میده. تظاهرات تعدادی از ایرانیان و آمریکایی‌ها در مقابل نمایندگی کشورهای اروپایی در سازمان ملل همزمان با اجرای شدن تحریم‌های غرب علیه ایران. آنها میگویند دود کوبیدن بر طبل تحریم و جنگ به چشم مردم ایران می‌رود، نه حکومت جمهوری اسلامی. اعتراضهایی که به سیاست‌های کشورهای غربی محدود نمی‌شود. بسیاریشان از فعالان جنبش سبز در نیویورک هستند و میگویند سرکوب‌های مقامات جمهوری اسلامی و سیاست‌های کشورهای غربی دو روی یک سکه. ما یه تضاد کاذبی وجود داشته در فرهنگ سیاسی به خصوص ایرانیای مقیم خارج از ایران و اون تضاد کاذب اینه که اگر تو بر علیه جمهوری اسلامی در خارجی حرفی بزنی، آب با آسیاب جنگ افروزی امریکا و اسرائیل اینا میریزی و اگر حرفی بر علیه جنگ افروزی امریکا و اسرائیل بزنید، آب با آسیاب جمهوری اسلامی داری میریزی. این دو تا منافاتی با هم دیگه نداره. اما این تو چیزای پلاکاردای اینا رو که نگاه بکنی، سه تا حرف توشه: ضد تحریم، ضد جنگ، ضد دیکتاتوری در ایران. برگزار کنندگان این مراسم هم که نام خود را هوار گذاشته‌اند، تحریم ها را دشمن دموکراسی می‌دانند. تحریم ها در درجه اول به مردم ایران آسیب میزنه، نه به دولت ایران. ما نمونه عراق رو داریم که نزدیک به 500,000 انسان به خاطر تحریم ها کشته شدن. شاید تعداد افرادی که توی جنگ کشته شده باشن حتی از این تعداد کمتر باشه. و مردمی که در انزوای بین‌المللی نباشن توانایی بیشتری برای تحولات دموکراتیک دارند. اعتراض به حاکمان چه در آمریکا چه در ایران، صدای سومی که سعی می‌کند بر سیر پرشتاب تحولات تأثیر بگذارد. بهمن کلباسی، BBC، نیویورک. اداره امنیت ملی افغانستان پاکستان را متهم کرده که در آستانه خروج نیروهای ناتو از افغانستان تلاش دارد تا گروه‌های به گفته آنها